پسرم بیاین نزدیه ها رو پخش کن. باشه. ای داداش این از کجا گرفتی؟ بچه ها بیاین نزدیه. خانم چند تا از دیگه مونده؟ یه دونه مونده. دیگه کارش تمومه. من از اینجا ببر. خب مریم من میخوام برم خرید، تو نمیای؟ میترا من یه عالمه کار دارم که باید انجام بدم. پس من میرم. بای. خدا نگهدار. سلام خوشگله، در خدمت باشید. برید گم شید، مزاحم نشید. مزاحم چیه؟ مراهمی؟ گم شید وگرنه چی؟ چی شده میترا؟ هیچی، این دو نفر مزاحم شدن. برید گم شید بیشورا. نه میترا من یه عالمه کار دارم. نه میترا من یه عالمه کار سه. نه میترا من یه عالمه کار دارم که باید انجام بدم. سلام یه بار نشد توی این ماشین بشینیم و آهنگ جدید گوش بدیم. رمز تو بهم بده بابا. 85 زیادش کن. من که داره تو خوشم تو چی آهنگ تو با یکی دیگه دل خوشی. من یه آهنگا چیه؟ جدید اومده دیگه. من میگم نستلژیک باش. داداش نسمولوژیه. منظورت نستلژیه دیگه. اورولوژیک منظورتونه؟ اندوسکوپی؟ برو بکنی آجی آنی خیلی جواب خیلی نوه محمده میگفت قشنگ رو زدیم تو دو. آره قشنگی بهش برو میشه. مگه نگفتید ناهنگ نیست؟ چرا داری گوش میدید؟ این نستلژیک گوش کنم رادیولوژی. این رادیولوژی این یارو بازگرد کرده است. نه کچل داریم تو کچل. بیاین دو سه بکنیم کچل ببینیم ما. اینجا چیه ما رو آوری؟ لوکیشن این آرش بعد اومدیم بریم بیرون با دوست دخترمون ها. این جان من چیه رفتی خیلی دوست دخترت این کوچیک‌تره. ولنتاین همه واسه عشقشون کادو میگیرن. کجا گرفتی؟ نه کجا گرفتی آرش؟ نگرفتم زیر تختمون پیدا شما رو پارسال فکر کنم. یعنی تو نمیخوای کادو بدی؟ من دادم. سلام ولنتاینت مبارک. الان شب قبولت برم. اصلا مثلا کپل نپلال نمیشی جوزو میرم خسته 11. آرش کجا میری؟ سلام اسلام خدا حالت دارم. ران امشبم باید بریم خونه مامانم اینا کارتو خودت میمونه. باشه اصلا کجایی چرا نمیای؟ آقا بچه ها اومدیم و اون طلا فروشیه بود یه بار از جلوش رد شدی. کدوم طلا فروشی؟ یه سرویس طلای خوشگل داشت خوشت اومده بود ولی من پول نداشتم واسط بخرم. روبروش پارکابی خارجی هست او پارک اومدیم اینجا بازی کنیم. آره من تا 10 دقیقه دیگه میرسم خونه. نه خونه نیستم. کجایی؟ اون طلا فروشی بود که بار از جلوش رد شدی. اوه آره یادمه. پشتش یه دادگاه اومدم مهریه‌مو بذارم اجرا. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see. آقا ببخشید میشه این کیف منو بدی؟ من خود دست نری بیا برش کن.
دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. هیچکی بهم کار نمیده، حتی پول کرایه ماشینم نداره. دستتون درد نکنه. آقا اینو داشته باشین شما. آقا راضی ام. دستتون درد نکنه. مرسی. خلاص بابت کلا دمت گرم. عجب دور زمانه شده. چی میکشی؟ حالا چه دوستیم بزن هنو خونه قلبت مستجر جدید نمیخواد؟ آقا بیا عنکبوت ننم میشی بابا برای تا تارام جواسری سوی بخورم بابا به مولا. بیا زنی من ایشو بخونه آقا سایده منم چند کسی نیستم آقا گوشا. ببین سوپر منزیرو رفته بودم چه بطمن با دنیا جهان بخرل زده. از اون برم شرک عاشق ملیکا تمامی شده، فیونا رو ول کرده. فیونا هم گفته من میخوام برم اون مملی رل بزن. من بد وردی شده به خدا، اصلا نمیشه دیگه به این دخترها اعتماد کرد. استاد 8 نفر تو دروازه چین منو کتک زدن. برو جنگل های بلون هنگ دست تو جلو ترالت بگیر. استاد آخه دستم به چشمه. من اون هم فکر کردم. کننده شماره 1 با سلام هوشنگ سرشته. شماره 2 با سلام جمشید سرشته. شماره 3 با سلام سعید برشته. بسیار خوب. سوال اول دستا روی زنگ آماده باشین. معلومه که با آمادگی کامل آمدین. سوال اول اتم 3 جزء داره. من 2 تاشو میگم شما سومیشو میگید. الکترون، نوترون و سدیم، مگنزیوم، هلیوم، لیتیوم، رادیوم، پتاسیم، آلومینیوم. جدول مندلیوف میخواین همشو بگی؟ مثل فامیلی خودتانه. فرشته، سرشته، برشته. خب من همینه میگم. الکترون، نوترون، اوزون برون. اوزون برون. اوزون برون تو اتم چه غلطی میکنه؟ اصلا چه معنی داره؟ معنی نره ولی وزن که داره. خودت گفتی وزن. این هم وزن داره هم طعم. خوردین آقا اوزون برون؟ بیشتر اصلالا دوست دارم. خوشمزه حتما بخور. حتما استفاده کن. راهنمایی میکنم. جهنم ضرر. سه حرف اولش پروتکل الحاقی انرژی هسته‌ای که در سال 1955 میلادی توسط اعضای شورای NPT به رسمیت شناخته شد و تمامی اعضای این شورا موظف به رعایت کلیه مفاد این پروتکل هستند. او عینکت هست. تاته میکنمش تو حلقت نفست بالا نیادا. جان مرگ کم فسفر بسوزان. کاریکاتور. آقا جوابش میشه پروتون. تمام. پروتون که ماشینه. برای چی اطلاعات غلط به مردم میدی؟ راست میگه. بله آقا پروتون ماشینه. آقا بیا اصلا نگاه بکنیم این راست میگه. این جوابشو ببینیم. الکترون، نوترون، پروتون راست میگه. ببینن سوال بعدی جمهور میکنه. آره بابا سوال بعدی بذار بگم. بفرمایید سوال بعد. سوال بعد شهری بزرگ و بندری در کشور لیبی. چیزم مردین؟ اگه بچه‌ای هم بپرسی میدانه لیبی کجاست و این شهر کجاست. اولش با ب شروع میشه. بارسلون هم شهر بزرگیه هم بندریه و طبق آخرین اطلاعاتی که بنده به دست آوردم در طی 5 سال گذشته بالغ بر 350 میلی لیتر بارندگی داشته.
و این در کل اروپا بی‌نظیر بوده. ضمناً این شهر یک تیم فوتبال هم داره به نام بارسلونای اسپانیا. او آروارت ببند. کی گفت بیای تو این مسابقه؟ کسی بشه گفته خیلی بلدی؟ یه راهنمایی میکنم آقایان، خوب توجه بکنین. کشور لیبی که تو قاره آفریقاست، این شهری هم که ما میگیم بندریه تو لیبیه، یه سرهنگ دیکتاتوری بود که اهل همین شهرم بود. سرهنگه که میشناسین این آخر توی یه لوله‌ای درش آوردن. این سرهنگی که الان شما میشناسینش تو همین شهر بوده. این شهری که مد نظر ماست شهر بندریه، اولش هم بن سرهنگ بن لادن، سرهنگ بن جانسون، سرهنگ بن مستر بن، شهر بن قاضی. سوال بعدی آماده باشین. بازیکن برتر فوتبال جهان که بین سالهای 2009 تا 2012 توپ طلا رو مال خودش کرد. آقا جان مادرت اگه عصبانی نمیشی اولش رو بگو. لی. بروسلی مرد حسابی. فرض بری میذاریم که اصلا بروسلی شما هم درست باشه. لی که دومی قسمتشه. آقا شما که نگفتی لی ازیور یا ازور؟ ازیور سمت راسته. لینچان او که شمشیر باز بود. یعنی فوتبال بلد نبود؟ من چه میدانم، انگار من شیچین و لوتا و چه میدانم حسانیانگم. مرک راهنمایی میکنم. اسمش لیونله، فامیلیش شما بگید. اول فامیلیش هم میه. لیونل مهدویکیا، لیونل مایلیکوان، لیونل مسی. گفتم اسمش آشناست. آقایان من قلبم ناراحته، رحمتان به زن و بچم بیاد. اگر میدانین سوال نمیتونین جواب بدین بریم پی کار ما. جواب بدیم. بگو جایزه ببریم. بله. آن چیست که سر تا سر آن جمله زبان است؟ مادرزن. خیر، آدم نیست. آن چیز که سر تا سر آن جمله زبان است. شامپانزه، کوالا، فکر بکنم گوریلا. آن چیز که سر تا سر آن جمله زبان است. اولش هم با آ شروع میشه. آفتابپرست. آفتابپرست دیگه آقا. زبان داره به اندازه جنابالی، پشن تو 2 متری میگیره و قورت میده. راهنمایی میکنم آقایان. از عناصر اربعه است. عناصر اربعه که میشناسین؟ بله آقا میشناسیم. بله. خب بگو ببینم متفکر جوابش میشه چه؟ آب، خاک، باد، آتش. همین آفرین. بگوش یه بار دیگه بگوش. آب، نه. خاک، اینم نیست. باد. همین که الان میخوای بگی آخرش گفتش. آقا دیگه آخری نداره، همین هاست دیگه. آقا من به جز اینا چیزی دیگه گفتم؟ نه دیگه 3 تاست، آب و باد و خاک. بله خودم دقت کردم. به جان مادرم تو گفتیش آقا. اولش هم صرفه. اولش آجر. چطور؟ آجر دیگه صرفه. اولش هم آس با آب و خاک درست میشه، با بادم خنک میشه. همین آجری که میگی با چه فاقه میشه؟ آفتاب. اگه اسم دیگه قلپوز چیزه. آقا این سواله؟ آره. پروتکل بنغازی. لیونل اربعه. سرهنگ آفتابپرست. طرف مثل که مشکل داره. هم روانیه. بعد معلوم نشه کی برنده شده. من فقط یه سوال بلد نبودم. یه سوال. شبم باید بریم خونه مامانم اینو کارتو بخون بیاره. باشه. الان کجایی چرا نمیای؟ آقا بچه ها اومدیم و با تو اون طلا فروشیه بود یه بار از جلوش رد شدیم. کدوم طلا فروشی؟ یه سرویس طلای خوشگل داشت، خوشت اومده بود ولی من پول نداشتم واسه بخرم. روبروش پارکابی خارجی هست، او پارک. اومدیم اینجا بازی کنیم. آره من تا 10 دقیقه دیگه میرسم خونه. کجایی؟ یه بار از جلوش رد شدی. اوه آره یادمه. پشتش یه دادگاه اومدم مریم رو بذارم اجرا. It's been a long day without you, my friend,
and I'll tell you all about